حکایت از قول برخ اسود. قحط آمد دور موسی 7 سال، خوردن نان و خورش بودش محال. حضرت موسی به فکر و غم همیش، از برای امتش دل بود ریش. رفت در سینا ابا خلق کثیر، در حضور کبریای خیره خیر. در حضور خالق خود راز گفت، شرح قحط و سختیش را باز گفت. آمدش از حضرت ربی ندا، گفت میدانی تو ای موسی ما، ظلمت ایشان را فرو بگرفته دل، از گناه و معصیت ها منفعل. از خباثت باطن ایشان سیاه، آل اوشان گشته از غفلت تباه. کی شود زیشان دعا مستجاب، باشدش این قوم در قحط و عذاب. باز فرمودش خداوند کریم، پس رجوع بنما به آن مرد عدیم. آن بود از بندگانم برخ نام، هست او را پایه اعلی مقام. تا سؤال از من کند مرد خبیر، می کنم رحمت بر این خلق کثیر. موسی از هر کس همی کردش سؤال، چون ز احوال مران صاحب کمال. هیچ کس ز احوال او آگاه نه، واقفش جز ذات الا الله نه. دید روز آیدش مرد فقیر، شمله پشمینه پوشیده چو قیر. حضرت موسی بدو کردش نگاه، مرد خاکی دید با نور اله. بود خاک آلوده و رخسار چین، از نماز و از سجود دایمین. آن که موسی کلیم الله بود، دست سیمینش ید بیضاه بود. حضرت موسی آن صاحب مقام، دید پیش آمد بدو کردش سلام. از نبود مرد را بشناختش، از کوایف نیز حالی ساختش. نام او را آن زمان پرسید باز، حضرت موسی از روی نیاز. گفت نامم برخ باشد یا رسول، امر و فرمان تو را سازم قبول. حاجت داری بخواهم از خدا، می نماید حق مران حاجت روا. گفت موسی من همی جستم تو را، مدتی گردیدمی در هر کجا. بهر مایان می کنی باران طلب، آمدم پویان به نزد و زین سبب. برخ آن دم گشت از موسی جدا، کرد آغاز تکلم با خدا. گفت یا رب در خور کردار تو، نیست اینک می کنم اظهار تو. مقتضای حلم حکمت نیست این، نیستی آیا خدای عالمین. مر تو را یا رب نمی دانم چرا، از چه رو داری پریشانی الا. ابرها و باد از فرمان تو، سر همی پیچیده ما را بازگو. بادها یا از اطاعت شد برون، ابرها هم سر کشید از امر چون. یا تو را گردیده بارانها تمام، گفت گریان خنده خندان این کلام. از غضب سازی گنهکاران خراب، خلق را داری ز قهرت در عذاب. گر تو آمرزنده و بخشاینده ای، از چه ظلمی را فراهم چیده ای. از خطا و از گناه ها بیشتر، آفری در رحمتت ای دادگر. امر فرمودی به عفوت یا اله، در عذاب اکنون شتاب آری چرا. مر تو را نازم به عز و عزتت، باز می ترسی به عهد قدرتت. برخ بودش در سؤال و در دعا، ریخت باران در دم از لطف اله. از برای خاطر آن مرد راد، تا بنی اسرائیل آن دم گشت شاد. باز گردیدش به موسی گفت راز، با خدا کردم چه رو گفت و گداز.
موسی حذرفش برآشفتش کنون، آمدش از حق خطاب آنگه چون. برخ با من دایما گفت و گذار، می کند اینک تو را با او چه کار. روز چندین بار خنداند مرا، دوست می دانم نرنجاند مرا. کم بود می دان چنین صاحب مقام، ختم گردید این حکایت والسلام.